عاکفان کعبه جلالش، یعنی اونایی که دور خونه خدا میچرخن، همیشه میرن حج، قربونی الانم قربونی میکنن، گوسفند بدبخت زبونش میکشن برن زرتی کلهشو میبرن و فکر میکنن که خوب میفهمن و فکر میکنن که با کشتن گوسفند نجات پیدا میکنن. در تصور اصلا قربانی، عید قربان یعنی این که شما به درجه‌ای میرسی که بزرگترین بهترین چیزی که در جهان دوست داری رو قربانی میکنی. عید قربان یعنی چاقو رو بذار پیخ گلو خودت ببین میبری یا نه. ول کن گوسفند رو، گوسفند منم. عید قربان یعنی خودت گوسفندی حسینی، تو گوسفند میکشی یادت باشه قرار بود خودتو بکشی. اصلا داستانم خود مسلمونا و یهودیا ماشاءالله میگن میخواست پسرشو بکشه، بچه‌شو ول کرد، یه گوسفند اومد گفت اینه بکش. این یعنی همین، یعنی چاقو رو بذار بیخ گردن پسرت، خودت، زنت، مالت، جاهت، مقامت، پستت، ببین میبری. بعد حالا اگر میبری گوسفنده رو بفرست. گوسفنده رو فرستادن یعنی این که آجی این پاس کردی مطلبو، تو پاس کردی که میبری. حالا گوسفند همین زرتی 400 گوسفند میذاری زمین، زبانش میکشی، آبم بهش میدی و عین بز به گوسفنده نگاه میکنی تا بمیره، دست و پا میزنه میمیره و فکر میکنی اینو سپردی به خدا. خدا هم خوشش اومد میگه باری کلا چه گوسفندی کشی. اصلا کلا گوسفند وقتی شما میتونی بکشی که بتونی سر خودتو ببری و چاقو رو اول بذار گردن خودت. میتونی ببری؟ من که نمیتونم.